یک قطعه چوب 4 فصل که اتو کشیده است ولی کاملا رسمی نیست. هم برای کار، دانشگاه، البته اگر خاکستری یا تیره میپوشی، هم دور همیها بی‌نظیره. شب و روزم نداره. عطر امضا که میگن همینه، وتیوری هست ولی تکراری نه. وجوه کرمی صندل از تمام وتیوری ها متمایزش کرده. به نظرم اسمش همه چیز رو لو میده. مونبلان وتیور گلشیر. اول بریم سراغ فلسفه رایحه. برند مونبلان با قله سفید گره خورده. یعنی قله درخشان، یعنی وضوح، یعنی مینیمالیسم. اسم گلشیر هم مستقیم اشاره به همین داره، حس یخزدگی و هوای رقیق کوهستان. پس قبل از هر چیز انتظار یک وتیور شفاف، روشن، کمی دودی و کرمی و همه فن حریف رو داشته باشیم. نه از این وتیورهای سنگین و خاکی کلاسیک، بلکه نسخه مدرن، راحت پوش و مناسب استفاده روزمره. ساده شده تعریف هرم بویاییش این میشه: شروع از نقطه صفر، حرف چوب هست. برگاموت کمرنگ، اثر کاجی جونیپر، لحظاتی خودنمایی میکنه همراه با یک کول افکت که میتونه از همین نوت و مولکولای مثل منتول و اوکالیپتول باشه. حس خنکی که بعد از تازگی مرکبات روی اسکلت چوبی سوار شده. روایای چوبی محور اصلی رمان مونبلانه. نه ریشه تاریک، نه بیش از حد خاکی، بلکه کمی سبز، تمیز و تلخ و شیک. ستون آروماتیک پر رنگی نداره. سعی شده آروماتیک ها و مولکولای موگه زیر صدا باشن، قدرت نداشته باشن تا هارمونی چوبی رنگ گیاهی به خودش نگیره. صدار دودی و صندل کرمی مثل قیف برعکس غنای چوبی رو مستحکم‌تر و وسیع‌تر میکنه. دی ان ای کلی عطر خشک و ترد و دودیه. انتظار یک ماندگاری متوسط تا خوب رو داشته باشید. حدود 6 تا 8 ساعت روی پوست دوام داره. با پخش بوی متوسط که فضای کاری محیطای نزدیک رو آزار نمیده. توی گرما میدرخشه، توی سرما ممکنه یه مقدار جمع و جور به نظر برسه. یه مقایسه کوچیک داشته باشیم تا جایگاهش بهتر مشخص بشه. تامفورد گری وتیور کلاسیک‌تر، رسمی‌تر و صابونی‌تره. گرلان وتیور تلخ‌تر و ادویه‌ای‌تره، مردونه‌تره و به سبک قدیمی کلاسیک‌تر رای شده. مونبلان مدرن‌تر و آسون‌پوش‌تره. لالیک اسپورت اگر دوست داری بدون که وتیور خاکی با تاچ مرکباتی داره. اگر نسخه تاریک‌تره انکر نویر اسپورت رو می‌خوای، گلیشیر به نظرم به ذائقت نزدیکه. تق هرمس مرکباتی‌تر و وتیور شفاف‌تر و درخشان‌تره. اگر هم علاقه به لیرینگ دارین، این قسمت ویدیو مخصوص شماست. برای این روزهای گرم با یک کلون شروع سبک و عمق تاریک پیدا می‌کنه. توی روزهای سرد می‌تونید با عطرهای وانیلی ستش کنید که عمق چوبی پیدا کنه. در عین حال حس دوستانه‌ای هم به عطر میده. یا اگر برای محل کار می‌خوای می‌تونی یه لیر خیلی خوب داشته باشی. می‌تونی از یک بوژه مدرن مثل ساواژ اود پرفیوم برای تمیز کردنش استفاده کنی.